بچه ها میخوام بهتون پایه برجسته یاد بدم. حالا من با پایه بلند آموزش میدم. شما هر پایه‌ای که مد نظرتون باشه میتونید ببافید، ولی خود پایه رو باید بلد باشید. ببینید پایه بلند میدونید چجوری هستش دیگه. نخ رو دور قلاب بپیچید. الان پایه‌ای که میخوام بهتون آموزش بدم پایه بلند برجسته از جلو هستش. ببینید این روی کار هستش. شما میخواید دور این پایتون پایه بلند ببافید. ببینید قلاب رو میبرید داخل، اینجا فضای خالی هستش دیگه. از این سمت میارید بیرون. یعنی پایه‌ای که قرار دورش پایه برجسته ببافید باید بیفته روی قلابتون. الان اون پایه مد نظر من روی قلابم هستش. نخ میگیرم میارم بیرون و همینجا پایه بلندم رو میبافم. ببینید این حالت برجسته داره، روی پایه نیست. مجددا نگاه کنید. میخوام دور پایه بعدی بلند برجسته از جلو ببافم. میرم این داخل، از این سمت میام بیرون، پایه مورد نظرم افتاد روی قلاب. حالا نخم رو میگیرم میارم بیرون، پایه بلندم رو میبافم به این صورت. ببینید دور بعدی باز دوباره میبرم، پایه بلندم رو میبافم. روی پایه آخرم من پایه بلند میبافم به صورت ساده، برای اینکه شما تفاوت پایه بلند برجسته با ساده رو متوجه شید. ببینید میبینید یه مقدار بالاتر اومده پایه برجسته هامون. ببینید این هم پشت کار هست، حالت لبه ایجاد شده. پس این شد پایه بلندهای برجسته از جلو.